به همین دلیل منحرف شد و ایدئولوژی شد. یعنی ما طرفداران لگالیته، ما نسل ما رفتن از در کوره پسخونه هایی رو من تو گذراسیان دیدم، رفتن از در کوره پسخونه ها سر در آوردن، دیدن چیز پوشیدن، یادته به اینجوری پوشیدن، این چینی، پیرن های چینی می پوشیدن و فلان می پوشیدن. یعنی این بود تراژدی، این بود. حالا به هر حال این چیز بود، این نسل دوم بود که به زوال گرایید، ولی میگم در بخش اجتماعی این روند سکولاریزاسیون ادامه پیدا کرد تو جامعه. یعنی یه طبقه متوسط مدرنی رشد کرد تو ایران و اینو من بارها گفتم، این رو هم باید به حساب خدمات شاه گذاشت که این طبقه متوسط مدرن رشد کرد تو ایران و چیز شد، اون ساختارهای مذهبی بسته گسسته شد، زنان در مقیاس وسیع به جامعه در سطوح مختلف به کار گرفته شدن و آدم باید انصاف رو در هر مورد رعایت بکنه و بدها رو و خوبها رو و بدبختی هامون و جنبه های مثبت رو همه رو باید بگیم و الا یعنی نفع شخصی کسی نداره که باید اینا رو گفت و تأثیر داره. اگر آدم بدون نفع شخصی حرف بزنه تأثیر داره، تأثیر میذاره. بعد این بود که درسته که چیزای سکولار تو بخش اجتماعی ادامه پیدا کرد تو ایران، ولی علاوه سیاسی آسیب‌های بسیار فراوان می‌زد دیگه. یعنی یک سیستمی برقرار شد که همه مخالف و موافق در اساس در یه جهت کار می‌کرد. این مکانیزمی بود که اومد وجود اومد. بعد طی 30 سال که تازیه حالا اینا اینجاشم بگم کل این وضع بود که انقلاب دینی شده از توش به وجود اومد. کل این وضع بود از توی این وضع بیرون اومد، ولی ملت ایران هیچ مسئولیتی نداشت. واقعا ملت ایران حقش نبود اینا رو داشته باشه اصلا. الان هم میبینیم تنها واکنشی که در برابر جمهوری اسلامی به بنبست رسونده گرایش ملیه، یعنی ملتگرایی رمانتیکه که چقدر الان نیرومنده تو ایران و اینا رو کاملا به بنبست کشونده. ولی به همینه که حتی این رئیس جمهور اسمش چیه؟ احمدی نژاد، اینم حتی میره از این چیزا استفاده میکنه، چیزای ملی و فلان و از این اطوارا در میاره برای اینکه میدونه اینا خریدار داره. اینا الان که به بنبست رسونده جمهوری اسلامی رو و این جوونا میدونن که این پس به هر حال 30 سالیه که تازی بنیادگرایان مذهبی در طی این 30 سال یه نسل جدیدی بار یافت و به کمال رسید که این نسل جدید هیچ کدوم از خصوصیات اون خصوصیاتی رو که یا ایدئولوژی بود یا دینگرا بود یا ایدئولوژی گرا بود اینا اصلا نداشت. یه نسلی نیست که دنبال ابسترکت و انتزاع و فلان بره، دنبال منافع واقعیشه و به همین دلیل هم میگم یه نسل غیر سیاسیه و این بهش نیرو میده. این غیر سیاسی بودن بهش نیرو میده، قویش میکنه، شکست ناپذیرش میکنه. این نسل که من بهش میگم نسل سوم، یه خصوصیاتی براش اینجا نوشتم براتون میخونم. فاقد ایدئولوژی مذهبی یا هر ایدئولوژی دیگری است. به جای سازماندهی عمودی به سازماندهی افقی گرایش دارد. در برابر ساختار حاکمیت دینی واکنش مذهبی ندارد. سیاسی به معنای مرسوم آن است. به بستر عرفی و ملی تحول اجتماعی باور دارد. به جای تفاهم‌های محدود و استراتژیک بسته به تفاهم ملی روی آورده است. برای اینا رو
کلی مثلا فوکو و نمیدونم هابرماس میخواد تا بره این هم اینا تو جوشیده اومده، اینا جوشیده توی اینا اومده بیرون، اینا رو نمیشه شکست داد. اینا نشون میده که با جنبش سبز یک چرخش اساسی تو جامعه ایران موجوده و الا با 2 میلیون پاسدار و نمیدونم بسیجی و اینا که کاری نمیشد کرد تو جامعه ایران، هیچ کاری به الا نمیشد. این تحول نسلی بود، چرخش نسلی بود. یکی دیگه از موقعیت‌های جدیدی که عوض شده و به وجود اومده موقعیت عرفیه. موقعیت عرفی دوباره تو ایران مسلط شده. یعنی موقعیت عرفی تو 2 تا وضع چیرگیشو از دست میده. یکی وضع یه جایی که ایدئولوژی خیلی قویه، مثلا فرض کن تو یک سازمان سیاسی که ایدئولوژی حاکمه، اونجا وضعیت عرفی وجود نداره. روشنفکرها اکثرا مخالف عرفن. چرا؟ برای که عرف بی‌طرفه. عرف یه بستری از قواعد مدنی ناشناخته است، از قواعد همزیستی زندگی خودجوشیه که به وجود میاد، با عقل سلیم به وجود میاد، به حکم ضرورت به وجود میاد و این عقل سلیم که روشنفکر اصلا قبول نداره. از عقل سلیم یعنی که اینو کانت قبول داشت، ولی عقل سلیم تو همه نقد خرد ناب میکوشه که این عقل سلیم رو جا بندازه. این همین چیزیه که تو جامعه ایران شکل گرفته و جمهوری اسلامی رو به بست کشونده. یه توضیح بدم درباره عرف. ببینید تو قرون وسطا عرف وجود نداشت. عرف نبود. هرچی بود شرع بود دیگه. شاید کمتر کسی به این نگاه کرده باشه اینجوری، ولی عرف نبود تو قرون وسطا. عرف با تلاشی قرون وسطا تو عصر جدید به وجود میاد و بر بستر تحول ملی، با تولد ملت به هستی اومدن ملت تو تاریخ ها، یعنی عرف و ملت و عصر جدید اینا 3 جزء به هم پیوستن. عرف ولی قبل از قرون وسطا وجود داشت. تو آنتیک عرف وجود داشت. هر جا که شرع بیاد همه وجوه زندگی انسانی و اجتماعی فردی و زیر سلطه خودش قرار بگیره، یعنی عرف رو نابود میکنه. یعنی اون حقوق مدنی نانوشته رو که مردم در غیاب حقوقهای مدنی نوشته شده به وجود میارن، اون رو از بین میبره برای که پیش‌داوری های خودش و چیزهای شرعی و فقهی رو به کرسی بنشونه. اینه که ببینیم نه تنها مذهب با عرف مخالفه، به نظر من هر باور ایدئولوژیکی با عرف مخالفه، برای که گفتم عرف یکی از خصوصیاتش بی‌طرفیشه و این یعنی ایدئولوژی ها و مذهب میخوان عرف رو طرفدار کنن و عرف رو اگر طرفدارش کردی که دیگه عرف نیست. پس تو اینه، یعنی اینه چیز. الان این عرف دوباره مسلط شده، این عرف کارش نمیشه کرد. الان عرف دوباره حرف میزنه، مثل عصر جدید، مثل آغاز عصر جدید. و برای همینه که تو عصر جدید رو میگم، یعنی عرف که با وجود میاد درست مرزشو با تولد و تکوین ملت خیلی جدا نمیشه از کم. اینا اصلا یه مرز داره، یه بستر داره، تو یه بستر رشد میکنه. عرف زندگی مردم، قواعد نانوشته زندگی مردمی توی یه واحد زمانی و مکانی به نام ملته. برای همینه که عرف توی ایران وقتی مهم میشه، ملت مهم میشه، امت کاملا پرت میشه. توده میره کنار. توده هم امته. توده یعنی چه اصلا؟ یعنی ما چپا به امت میگفتیم توده دیگه، ولی این چیز نیست. اینا اومده گفته این ملته و اینه که عرف وقتی قوی بشه عنصر ملی قوی میشه.
این مهمه. عنصر عرفی همزاد عنصر ملی. اینه که تو ایران میبینیم تو